توسط جرگه حل میشه و رستوران جرگه همچنان دقیقاً بین فامیل ها و بین اعضای فامیل محبت صمیمیت را بیشتر میسازه. دوستان عزیز، رستوران جرگه که جدیداً افتتاح شده واقع در خوشحال خان چهارراه اسپینکله موقعیت داره. ما در موقعیتی که فعلا هستیم، این موقعیت یعنی فضای باز رستوران جرگه است که تا هنوز داخل نرفتیم. شما شاید در شارت های برنامه داخل رستوران همچنان دیده باشین. من میخوایم براتون بگویم که آل خب ما فعلا تایم آمدیم به خاطر برنامه ثبت کردن که قدر مهمان نداشته باشن و شما اگر تایم های دیگر یا شام یا خفتن اینجا بیاین و از این فضای باز چی براتون بگویم دیگه که چقدر لذت بخش است، یک آب و هوا و یک شمال طبیعی باشه و دو طرف سرک ببینین و چهار طرف چراغان باشه دیگه. غذا نوش جان کردن یک مزه و لذت خاص خود را داره. پس بیاین که با هم یک چند شارت از این فضای باز رستوران جرگه ببینیم، بعد دوباره میریم داخل رستوران ببینیم که جاهای دیگه هم که بسیار زیاد مقبول است و بر فامیل ها، بر آقایان، بر خانم ها همچنان هست و بر شما به معرفی میگیریم. وطندارای عزیز، قسمی که میبینین ما در یک سالون از رستوران جرگه آمدیم که منزل دومشان هستند و در کل رستوران جرگه 3 منزل است. منزل پایین همون فضای باز بود که بر شما نشان دادیم و یک قسمتش هم فضای بسته همچنان داره که انشالله با شما در لابلای برنامه میبینین. و اینجا منزل دوم است که این قسمت همچنان میبینین که دیزاین شده به خاطر که حالا میفهمین که در هر رستوران هم قسم یک جای دیزاین میکنن به خاطر عکس گرفتن. و این قسمت ببینین که من واقعا خودم جدید دیدم در یک رستوران اگر کسی بر خود یک کافی یا چای قهوه چیز فرمایش بده و از این کتاب ها که میفهمین در زندگی انسان کتاب ها چقدر ارزش داره، میتونید اینجا یک کتاب را انتخاب بکنین بر یک چند دقیقه و ساعت اگر نیم ساعت هم باشه که شما مطالعه بکنین در قسم یک فضایی که واقعا یک فضای بسیار آرام داره، خیلی خوب میشه. و از انواع و اقسام کتاب ها اینجا هستن که اگر من اینجا بر شما چند عدد کتاب بر شما نشان بدم، از کتاب های تاریخی گرفته و کتاب های فرهنگی و همه دیگه از این کتاب ها شما میتونین که اینجا بخوانین و مطالعه بکنین. بعدش وقتی که به این سمت میریم، نام خدا گفتم که این منزل دوم است و همچنان ناگفته نمانه که این بخش مربوط به آقایان میشه. کوچ هاش ببینین، دیزاینش ببینین و همچنانی گلدان های مقبول رو ببینین که رنگ اینجا گذاشته شده و ناگفته نمانه که بسیار یک فضای پاک و منظم داره. و این قسمت همچنان شما ببینین که همین کوچ ها و میز و همه چیز که بر اینجا تزیین و دیزاین شده رنگ های متنوع داره و به نظر من یگانه چیزی که در باز کردن یک رستوران بسیار زیاد رول مهم داره که مردم به خود جذب بکنه، همین رنگ های متنوعی است که باید استفاده شود. و ببینید که چقدر اینجا استفاده شده. یعنی وقتی که انسان داخل میشه بر انسان یک حس آرامش خاص را داده میشه. و همچنان این قسمت هم بعضی از عکس هاست، قسمی که من بر شما در اول برنامه هم گفتم که زیادتر از این نامش پیداست که یک رستوران وطنی است. این قسمت همچنان ببینید که یک تابلو تاریخی است و قسمت همچنان از غذا، اینجا همچنان از قهوه. اینجا را همچنان ببینید که چقدر خوب دیزاین شده به خاطر همچنان عکاسی و به خاطر از اینکه امی پارت که بر آقایان جور شده را مقبول نشان بده. بیاین که پس به می سمت که یک نفر یا 2 نفر دوستای عزیز ما هستن، کسایی که با امرا با دوستای خودن میاین بر رستوران، ببینین که اینجا چقدر خوب جای بر شما آماده شده و ناگفته نمانه که نزدیک به کلیکین. از اینجا شما میتونین که تمام یعنی ویوی مقبول و بیرون هم میتونین همچنان ببینین. رستوران جرگه قسمی که بر شما گفتم که 3 منزل است و بسیار زیاد بزرگ است. پس بیاین که از دیگر قسمت های رستوران همچنان دیدن کنین. عزیزان دل، این قسمت را که بر شما به معرفی گرفتیم همون سالون بود که برای آقایان آماده شده بود و این قسمت درهایی را که شما میبینید چند در هست که تمام درهای وی آی پی می باشه. زیاد از فامیل های ما و همچنین بخصوص آقایان زیادتر خوش ندارن مثلا از کوچ چیزا استفاده کنن.
میتونن که اینجا به قسمی که به شما در تابلو نشان داده شده به شکل جرگه یا هم به شکل ازی که زیاد از دوستای ما خوش دارن که میگن ما تو وطنی غذا بخوریم، به قسمی که چارزانو می نشینن و غذا صرف میکنن. پس میتونن که از این اتاقای وی آی پی همچنان استفاده کنن. و نگفتن من قسمی که به شما در اول گفتم که رستوران جرگه اینجا ببینید که همچنان بر ما یک تصویر هم از جرگه برای نمایش گذاشته شده، به خاطر که قسم بر شما گفتم که رستوران جرگه بر ما یک فضای صمیمانه را ایجاد میکنه. همه قسم یک چیز است بر شما یک چند دقیقه بعد همچنان نشان میدیم. بعدش به می سمت دهلیز وقتی که میریم بر شما همچنان گفتم که اتاقهایی که واقعا یک فضای بسیار صمیمانه را ایجاد میکنن و این تصویر همچنان ببینین که چقدر هم تو راحت و آرام یک جای بسیار هم تو بدون آلایش دیگه نشستن و قصه میکنن. اینمی اتاقای وی آی پی را همچنان شما باز یک چند دقیقه بعد در تصویر خواهد دیدین که اینمی تو یک چیز را همچنان بر ما اشاره میکنن. بعدش همچنان به می سمت که میاییم اتاقای وی آی پی همچنان در هایش است که انشالله شما باز در تصویر میبینین. دختر خانم ها من مطمئن هستم که شما زیادتان به مثل من همیشه رستوران یا شاید زیاد وقت رستوران همراه با دوستایتان یا خواهرخوانده هایتان برین. این قسمت رستوران جرگه صرف به خاطر شما. ببینید که هیچ کدام مزاحمت نیست که سالونش همراه با حال زنانه بخی جدا است. یک قسمت بسیار گوشه را هم قسم اختصاص دادن، چوکی های دو نفره که ما اینجا میخوایم بشینیم به خاطر که بیرون بسیار زد مقبول معلوم میشه. این قسمت همچنان ببینید که تصویرش چقدر هم فکس همون چیزی که براتون تشریح کردم همون یک چیز است. همراه با دوستتان خواهرخوانده‌تان میتونین که اینجا بیاین و گفتم که اصلا بر شما کدام مزاحمت ایجاد نمیکنه و میتونین که از بیرون همچنان لذت ببرین. واقعا که خیلی مقبول است و بر انسان یک حس آرامش و خاص میته و بخصوص امی موقعیتی را که ما خودم اینجا نشستیم زیاد خوش خودم زیاد آمد، به خاطر ازی که ما کسی هستم که زیادتر بیرون یا رستوران همراه با دوستای خود میریم، همراه با خواهرخوانده های خود. این میجه دیگه بهترین جای است برای همون کسایی که دو نفره میاین همراه با یک دوست بسیار صمیمی خود. و ناگفته نمانه که شما اگر میخواین که همینجا همراه با اونمو دوستتان یا خواهرخوانده تان بیاین، پس در پایین یا در کامنت نوشته کنین اسمشه یا همچنان تگش کنین که بخیر باز بیاین اینجا یک بار اگر چای، قهوه، غذا هر چیزی که شما خودتان باز میل دارین را نوش جان بکنین. دوستای عزیز اینجا هم امو بخش سالن زنانه است و انها گفتن همانه که یک چیز را من بر شما باید بگویم. همینجا همکاره و دیگه از دوستای ما بودن که گفتن امی جایی که دو نفره است فقط تنها همراه با دوست و خواهرخوانده خود نمیان، بس کسا همراه نامزد خود میان. بازو دیگه به میل دل خودتان است که هر کس را که شما میخواستین میسارین که همراهش به رستوران بیاین. اینجا هم بازم یک تصویر بسیار مقبول باش که من این طرف استاد شوم. من مطمئن هستم که این تصویر اصلش و اوریجینالش همچنان هست وجود داره که از روی زو نقاشی شده. باز شما میتونید که در کامنت نظریتان در مورد از این نوشته کنین که ببینید چقدر یک اکت بسیار مقبول و می لباسش ببینید که واقعا همت یک رستوران چی میگن رستوران هست که تمام فرهنگ افغانستان اینجا در عکس بر تصویر کشیده. عزیزان دل ببینید که واقعا یک لباس سعی کنید چقدر مقبول و یک فضا یا طبیعت بسیار مقبول همچنان بر ما اینجا نشان داده. این هم از سالون که بر خانم‌ها و این قسمت همچنان ببینید که چقدر مقبول دیکور شده. از تمام امو چرمه میگن نمیفهم اینمی دیزاین ها برای گند افغانی استفاده میشه بیشتر، یا همچنان برای واسکت های گند افغانی که برای آقایان همچنان دوخته میشه از اینمی چیزا استفاده میشه. قدر یک مقبول جای دیزاین کردن که هر چقدر که در موردش تعریف و تمجید بکنیم هنوز هم کم است. و همچنان نگفتنمونه که اینجا میتونین که عکس هم بگیرین. باز در آخر برنامه ما همچنان اینجا میخوایم که یک عکس بگیریم بخاطر که ویوش بسیار زیاد مقبول است. بیاین که بریم به این سمت. همچنان یک سالن بسیار زیاد کلان داره. این قسمت همچنان به مثل ازی که سالن آقایان دیزاین شده بود مقبول بسیار زیاد نشان میداد. اینجا همچنان همه قسم است و بازم یک تصویر بسیار مقبول از یک دختر خانم که دستاش خینه کرده، چوری هم در دستش و ببینین که انار میده میکنه. بسیار زیاد مقبول معلوم میشه. اینجا ببینین که فرش چی میگن افغانی یا هم قالین های بافت دست خود دختر خانم ها را برای نمایش کشیده. ما اگر بگویم که شما از دیزاینی که رستوران جرگه بر بخش آقایان و خانم ها
کردن و با همین تصویرهای بسیار زیبا چند میتین در کامنت نوشته کنین. از ده چند میتین؟ من از ده میتون. واقعا که بسیار تصویرهای مقبول اینجا گذاشته شده. این طرف همچنان. پس بیاین که بریم. این بود منزل دوم. منزل سوم همچنان بر شما به معرفی بگیریم. وطندار عزیز، وقتی که از سالون که بر آقایان آماده شده بود تمامش بر شما نشان دادیم، آمدیم همونطور به سمت که حال زنان است. اما قبل از ما باید بگوییم که اینجا همچنان در بخش سالونه که بر آقایان است، همچنان بر سالونه که برای خانم ها است، دستشویی بسیار مجهزه که همه امکانات را که ضرورت است باید یک رستوران داشته باشه را داره. بعدش هم قسم قبل از اینکه به حال زنانه بریم، اینجا یک تصویری که بسیار زیاد مرا خوشم آمد. ببینین که یک تصویری که دختر خانم افغان است که گند افغانی یا لباس افغانی پوشیده، به حساب لباس وطنی که فرهنگ و عنعنه خود مردم ما را نشان میتره. همچنان ببینین موهایش، ببینین مو زیورالاتی که استفاده کرده این قسمت، همچنان ببینین مو غذا یا میوه خشک که از چای همچنان تمامش بر ما به نمایش گذاشته. و دخترها شما بر ما در کامنت نوشته کنین که شما آیا گند افغانی را خوش داری نداری؟ من خب واقعا از خودم شخصا زیاد خوش دارم و دوست دارم که از هر رقم گند افغانی که دیزاین های نوش هم می باشه در بازار من بپوشم و خرید بکنم. شما چطور؟ اما قسم مگر نظریه شما هم در مورد گند افغانی که لباس اصیل و وطنی افغانستان است دارین همچنان بر ما بگوین. میرین همه قسم به سمت حال زنانه. دوستان عزیز، شما را بر بهترین گوشه که از رستوران جرگس آوردیم. ببینید این قسمت بام است و اینقدر خوب دیزاین دیکور شده، مو رنگ هایی که استفاده شده و این قسمت ببینید مو گل و گلبوته و همه چیزی که از واقع کسایی که به این رستوران آمدن بر ما در کامنت نوشته کنید که از طرف شام دیگر یا خفتن که به این رستوران آمدین چقدر خوب معلوم خواهد شده باشه. دیگه من این فهم احساستان باز بر ما بگوین. اینجا همچنان مربوط به خانم ها میشه. این قسمت همچنان شما ببینین که کسایی که گفتم زیاد کسا دوست ندارن که از چوکی و کاوچ و چیزا گرچه که بسیار زیاد مقبول هم است، راحت است استفاده کنن، خوش ندارن. اینه ببینین که چقدر یک جای مقبول بر شما جور کردن. این فضای بالایش سعی کنین و این قسمت ببینین که چقدر منظم بر شما جور کردن که همونطور یک چارزانو و یک غذای بسیار لذیذ وطنی هم دیگه فرمایش بدین چی کیف میکنن. این قسمت همچنان ببینین که فامیل ها مثلا یک میمانی می داشته باشن، چندین فامیل دیگر را دعوت میکنن. این قسمت بسیار جای کلانه. من فکر میکنم که به همه قسم یک جای اختصاص دادن و مثلا زیاد کسای محفل بسیار خورترک می داشته باشن، یک سالگره باز میشه که یک دو فامیل سی فامیل که میین این قسمت میتونن که استفاده بکنن. و نگفتن همانه که اگر آفتاب هم است، ما گفتیم ما فعلا در وقت آمدیم که گفتیم قدر مهمان نداشته باشن که ما برای مهماناشون مزاحمت نکنیم. باز میشه که اینجا از چتری ها همچنان استفاده بکنن. عزیزان دل بین که تو آیسته 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 بریم به سمت که مربوط به آقایان میشه. اما قبل از او شما می قسمت ببینید که چقدر مقبول می گلدان ها دیکور شده در بالا. واقعا بر انسان یک احساس بسیار خوب و آرامش میده. بیاین که تو آیسته آیسته از همین سمت بریم به سمت آقایان. عزیزان دل در بخش آقایان که آمدیم اینجا، قبل از اینکه شما هر چیز دیگر ببینین و مد نظر بگیرین، همین 4 طرف ویو بسیار زیاد مقبول معلوم میشه. بخصوص به سمت طرف راست یک کوه هست که از طرف شام و دیگر خفتن خب بیخی دیگه شاید مقبول معلوم شوه و نگفتن همانه که آل درمی آب هوای بسیار گرم اینجا یک شمال خود داره. دیگه از طرف شام همچنان همه قسم خواهد بود. این سمت همچنان همه قسم بر شما بسیار
وقت که بسیار زیاد معقول است و ناگفتنمونه که امی سمت راست ما آشپزخانه همچنان است. پس بیاییم که به طرف آشپزخانه بریم و چند سوال را همراهشان مطرح کنیم. اولی که من از اول برنامه بر شما همچنان گفتم که غذاهای وطنی آیا در پهلوی غذاهای وطنی فست فود و دیگر غذاها را همچنان آماده می‌سازن نمی‌سازن؟ پس بیاییم که یک جا بریم به سمت آشپزخانه. عزیزان دل، قبل از اینکه گفتیم به آشپزخانه بریم آمدیم به بخش که چای، قهوه، انواع و اقسام جوس و شینیباب را آماده می‌سازن. گفتیم که امروزشان یک حرف و کلمه داشته باشیم. سلام، خوب هستین؟ خوب هستین، سلام. تشکر، سلامت باشین. اسم شما؟ اسم امین هستم. خب امین جان، شما دیگه در بخش که چای و شیرینی و جوس آماده میکنن؟ بله، همه چیز. جوسای داریم، ما انواع جوسای داریم که تقریبا ما 7 یا 8 رقم جوس داریم که همه روز اینجا چیز میکنیم، آماده میکنیم و جوسای ما از قبیل جوسای کیله، کیوی، جوسای آلو بالو و انواع جوسای میکس از شیک داریم و معجون داریم. این جوسایی هست که ما اینجا روزانه درستش میکنیم و تقدیم مشتری‌ها میکنیم. بسیار خوب. گپ است کدام نوع جوستان زیاتر مشتری‌ها فرمایش میتن؟ از ما یک جوس خاص جرگه داریم که مثلا نورا جوس خاص از دیگه قیمتش هم خیلی بالاست و روزانه مشتری‌ها خیلی خوش کردن که هفته 8 رقم میوه هم روش گرد میشه و میکس میشه و او جوس اسپیشال است. به نام جرگه گفتین؟ و جوس جرگه. پس چه خوب است که اگر امی جوس بر بیننده های عزیز ما آماده بسازین که اونا همچنان ببینن که یک جوس چه قسم آماده میشه و بخصوص اگر یک جوس اسپیشال باشه. جوس اسپیشال، بله. ان شاء الله که او را من که اسمتان به بیننده های ما بگوین؟ رومال اشکبار هستم، یک تن از کارمندان رستوران جرگه. خب بسیار خوب. چقدر مدت میشه که اینجا کار میکنین؟ در اینجا خب ما نو افتتاح کردیم، حدود یک 2 ماه الا 2.5 ماه میشه. خب بسیار خوب. حالا که ما در جریان ثبت برنامه هم بودیم، مشتری داشتین، مهمان داشتین، اونا چی فرمایش دادن و شما باشن چی آماده ساختین؟ میشه که بگوین؟ فعلا خب ما یک قابلی، یک بریانی فرمایش داریم. خب باز ان شاء الله باز دیگه غذاها هم بر شما معرفی میکنیم و نام میبریم، باز شما بیشتر آشنا میشین. قبل از اینکه بر ما قابلی را نشان بدین، در رستوران جرگه چند نوع غذای را شما آماده میسازین؟ چقدر غذا دارین؟ ما تقریبا در حدود 150 الی 200 نوع غذا در رستوران جرگه هست. تمامشان مربوط به افغانستان میشه، یعنی که فست فود و هر نوع غذا؟ مربوط به افغانستان هم میشه، فست فود هم میشه، کلا جمله شد. یعنی ما در رستوران جرگه 200 الی 150 نوع غذا داریم. ماشاءالله، بسیار خوب. پس بیاین که می قابلی رو ببینیم دوستای عزیز که چه قسم آماده ساختن. سر از اینا رو میشه شما بالا کن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه از امو چیزی که عیان است چی عجب به بیان است. ببینید که چقدر یک یک رنگ رو خوب داره، وقت که مزه‌دار هم معلوم میشه. عزیزان دل، اینا رو خب آماده ساختن برای مهمانایشان. پس بیاین که به سمت بریانی هم بریم. بریانی هم شما آماده ساختین؟ عجب. بسیار خوب. شما یک بر ما کم بکشین ببینیم. اگر دوستای عزیز ما در تصویر ببینن بسیار خوب میشه. بسیار خوب. عزیزان دلی هم از قابلی که در رستوران جرگه آماده میشه، وقت که از امو رنگ رو خوش بسیار
اقسام غذاها را دیگه بخیر بر مهمان آماده می ساختن و همچنان آل آمدیم به یکی از مهمان هایی که در رستوران جرگه همراه با دوستا و رفقای خودن آمدن. البته دیگر دوستایشان اونا حاضر نشدن که در تصویر بیاین، فقط همراه خودشان حرف و سخن‌های می داشته باشیم و اینکه چقدر مدت میشه که رستوران جرگه را انتخاب کردن. سلام، خوب هستین؟ علیکم سلام، خوش آمدید. خوب هستین؟ خوش باشین، تشکر بسیار زیاد. اسم مبارک شما چیست؟ اسم محمود ودان است، یک از مشتریان رستوران جرگه و که رستوران جرگه یک جای یک ماحولی داره که خیلی بهترین غذاهای وطنی و با مزه که تقریبا 2.5 ماه میشه فعالیتش آغاز کرده. خب بسیار خوب. 2.5 ماه میایم. امی 2.5 ماه که وقتی که افتتاح شدن دیگه شما حتما غذاها را مزه‌اش چشیدن دیگه امی رستوران انتخاب کردن. روز 2-3 روز حتما ما میایم. ماشاءالله چقدر خوب. اندیوالای ما میمان بود با خاطر که شما خودتان در ویدیو میبینید هر چیز ذائقه‌اش خیلی بهتره، خیلی خوبش است. بسیار خوب. ماحولش جایش خیلی بهترین است. شما همیشه که میایین باز کدام حال میشینین؟ اینجا بالا بام؟ زیادتر وقت ما سر بام میشینیم، پزا تخت بام که از طرف شام که واقعا یک چیز جای است که آدم سکون میده. واقعا یک طبیعت بسیار اینجا خوب. اینجا مطالعه میایم، زیادتر وقت مطالعه میکنیم. کتابتون وجود داره، پایین چیزی مشکلات نداره. یعنی همه چیز را داره. همه چیز حتی یک رستوران که همه چیز در خود داشته باشه از اون که زیادتر رستوران جرگه مدیریتش بسیار زیاد خوب است که همه چیز برای مشتری و مهمانای خودان در نظر گرفتن. خب شما دیگه غذایتون نوش جان کنین، ما وقت شما رو زیاد نمیگیریم، فقط همینقدر خواستیم که بگوییم که یعنی زیاد از دوستای ما که یک بار رستوران جرگه بیاین و انتخاب کنن، دیگه پس او انتخاب دوباره چنج نمیشه به یک رستوران دیگه. تشکر بسیار زیاد از شما. عزیزان دلی هم بود از برنامه‌ای که امروز بر شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که بر شما لذت بخش و خوشایند بوده باشه. قسمی که می‌بینین غذاهای وطنی را که همچنان دوست عزیز ما فرمایش داده بودن بر شما به نمایش کشیدیم. رستوران وطنی همش دیگه. البته نگفتن همونه که انواع و اقسام غذا هست، ولی بیشتر چون مردم ما یک مردم سنتی هستن و زیادتر از همون نظر به رسم رواج فرهنگ ما غذاهای وطنی را زیادتر خوش دارن. دوستان عزیز فراموش تا نشه که سابسکرایب کنین صفحه ما را، لایک کنین و کامنت های زیبا در مورد رستوران جرگه همچنان بر ما بنویسین. تا برنامه بعدی که باز هم با یک برنامه جدید و یک جای جدید در خدمت شما قرار میگیریم. الله نگهدار.